که الله مهربان گفت که انفق ینفق بته میتمد. ما با سخن الله مهربان که میریم در سرخان منابی الحمدلله رب العالمین. الله مهربان که وعده کرده است ما که اجرا میکنیم نتیجه شدیده است. برای همه این نعمت دین ای برادران، نعمت اسلام ای، ایرا باید هیچ وقت از ذهنهاتون دور نکنید. هیچ وقت همیشه برادران عزیز برای مسلمان بودن کن، برای ایماندار بودن کن شکرگزاری نکنید. یکی از عالمای خیلی بزرگ و شیخ خیلی کلان عربستان وقتی پرسیدن یک سوال عجیبش دادن. گفتن حضرت ما یک آدم میدونیم که دایم تسبیحش در دستش بود، یگان نماز جماعت ترک کردگی نبود، لیکن در اخیر ما آدم به ایمان رفت. حضرت دو علت چه نمیدونید؟ شما عالمید، شما مقصد تمامی از حدیث پیامبر واقعی دارید، همین چی سبب باشه؟ شیخ هم بسیار جواب زیبا گفت بچه‌م گفت این از دو جهت میشود. یکم همون آدمی که در اخیر به ایمان رفت سببش همینه. یکم برای در ایمان و اسلام باقی ماندنش از خداوند یاردن طلب نکرد، نگو خدایا همین نعمتی که بر من داده. ببین پیامبر در پیش حضرت پیش ابو طالب در عمکش در نشسته و زاره و اوچش میکرد، دوستش میداشت، از نعمت هدایت محروم شد. گو ما بدین همون مقصد بابا هم گفت عبدالمطلب قبیل داشت. شاید گفت که یکم برای در همین ایمان اسلام ماندن از الله یاردن طلب کرد. و خدای مهربان اگه نعمت داده این برزانی مفت داده یا خدای مهربان امیر الله مهربان همراه هم نگاه داره. الله مهربان همراه هم تا خانه قبر و تا روز قیامت ببر. از ما همین را جدا نکن. یکم یاردن طلب کن و دوم والله الان در ذهنم بیاید با برای شما میگم مقصد دو چیز همین شیخ برای باقی ماندن همین ایمان در ما و شما مصلحت داد. دوم شگفت شکرگزاری کن که الله مهربان همین نعمت برای تو داده. یکم یاردن طلب کن که خدایا همین ایمان در من بیسته. دوم برای نعمت شکرگزاری کن.